سرخط مهمترین خبرها: شکست منتخب تاجیکستان از تیم ژاپن در جام آسیا. پوتین: برگردانی و تقویت حدودها روی شانه‌های ما افتاد. و در بازار و مغازه‌های ازبکستان برای شکر جنجال می شود. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 10 ایون است. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی سومش نیز در مرحله نهایی جام آسیا 2022 از تیم ژاپن با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی شام پنجشنبه 9 ایون در ورزشگاه بنیادکاری پایتخت ازبکستان برگزار شد. کوریا ماتسوکی در نیمه اولی بازی در دقیقه 11 حساب را گشاد. توپ زده او از جریمه‌گاه به گل خیلی زیبا تبدیل یافت. در ابتدای نیمه دوم بازی در دقیقه 57 هجوم ژاپنی ها با گل انجامید. توپ را از جریمه‌گاه که این ساتا به هدف رساند. گل سوم و آخرین منتخب ژاپن را تایکا ناکاشیما در زمان اضافه کرده سردآور زد. دسته منتخب تاجیکستان که هر سه بازیش را باخت بدون امتیاز در گروه د در زینه آخرین جایگیر شد. فوتبالبازان جوان تاجیک در سه بازی نتوانستند گل زنند و از دروازه خود از همه بیشتر 10 گل سر دادند. جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در ولایت دنسک اوکراین 2 شهروند بریتانیا و 1 مراکشی را به قتل محکوم کردند. رهبران جدایی خواهان گفتند ایدن اسلین و شان پینر از بریتانیا و براهیم سعدون دانشجوی مراکشی 9 ایون به زرخریدی و مدد به نیروهای مسلح اوکراین گناهکار شدند. اسلین و پینر در یک قسم نظامی اوکراین در شهر ماریوپول خدمت می‌کردند. آنها را ماه اپریل دستگیر کردند. سعدون ماه مارس در نزدیکی شهر والناوخی ولایت دنسک به اسارت افتاد. سروزیر بریتانیا بوریس جانسون حکم 3 نفر را محکوم کرد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به بازگردانی زمین‌های روسیه هشدار داد. پوتین روز 9 ایون در ملاقات با صاحبکاران جوان کشورش گفت امپراتوری روسیه پیاتر یک هنگام جنگ شمالی سالهای 1700-1721 حدودهای شویتسیا را سودان نکرده است بلکه آنها را برگرداند و تقویت بخشید. پوتین در ادامه افزود برگردانی و تقویت بخشی نیز روی شانه‌های ما افتاد. پرزیدنت روسیه گفت در حدودهایی که از سوی پیاتر یک غصب شده بودند در کنار فینها و اوگورها سلاویان‌ها نیز زندگی می‌کردند. این زمین‌ها به گفته پوتین همیشه تحت نظارت دولتی روسیه بودند. وی همزمان از شهر سنت پترزبورگ یاد آورد که از سوی امپراتور اولین روسیه در سال 1703 اساس گذاشته شده بود. پوتین گفت در ابتدا کشورهای اروپا این حدودها را همچون حدود روسیه اعتراف نمی‌کردند. هشدار ولادیمیر پوتین در حال صدا می‌دهد که نمایندگان ولایت‌های خرسان و زاپاروژه اوکراین که از سوی روسیه تعیین شدند خبر دادند که برای پیوستن به روسیه رایپرسی تشکیل خواهند کرد. گلصفت شهیدی ادیب نامدار تاجیک اخیراً رمان نوی خود اهریمن را پیشنهاد هواداران آثارش کرد. خانم شهیدی عضو چندین سازمان‌های ایجادی بین‌المللی میباشد ولی تا حال اتحاد ادیبان تاجیکستان این ادیب را به عضویت خود نپذیرفته است. گلصفت شهیدی که بیشتر در خارج از تاجیکستان به سر میبرد اخیراً به دوشنبه آمد و به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ داد. پاره از صحبت همکارم اسکندر فیروز با گلصفت شهیدی را همراه می‌بینیم. در جوانی همه شعر میگفتن ولی من فهمیدم که این برای من یک دستمزد چیز است. برای شعر نوشتن خیلی باید تیار باشه و اون ادبیات بزرگی داریم و امروز هم خیلی جوانای خیلی زیاد داریم و شاعر و نویسنده هایی که در پیش چشم ما گذاشتن و رفتن و آنها برابر شدن خیلی مشکل است. نثر برای آسان‌تر چون من ژورنالیست هستم از روی اختصاصم و من یکم اثرم رو نوشتم شهر آرمان‌های سبز و فهمیدم که من میتوانم چون از یکم اثرم من جایزه گرفتم هرچند که گفته ایستادم که این برای من مهم نیست ولی این به من قوت بخشید و من من بعد فهمیدم که من میتوانم با قوی تاجیکو میشده است. بهترین و میدونیم که نخست شما
از نوشتن یک حکایه یا قصه های خرد و حتی افسانه ها شروع کرده. اطلاع یافتیم که شما حتی با نوشتن قصه های بزرگ از جمله رمان هم شروع کردید. چرا از ژانرهای کوچکی نثر شما باز با ژانرهای بزرگتر که این خیلی دشوارتر است، نه هر یک ادیب توانی نوشتن رمان ها رو دارد، شما با این ژانر رو آوردید؟ میدونید هرچی در دیگ است با کفلیس میبرد. میدونید من اول یک برایم شاگرد شدم، خودم برای خودم گفتم میتوانم یا نه. اول قلمم رو درست کردم. بعد اولین امین بای مجموعه حکایه هم این پویست شد، چون که از پای یک دیگر هر یک حکایه که اونجا هست و اون همچین پویست شد. دیدم که این کارو کردم ممکن. بعد از این با چند پویست نوشتم، بعد رمان نوشتم و میدونید اگر آدم همون حکایه نوشته کنه رمان هم نوشته کنه. زمانی در ژانر فانتزی استاد عبدالملک بهاری خیلی مشهور بودن، ولی بعد از اون کس هیچ ادیبی با ادیب تاجیک منظورم با این ژانر تقریبا که روی نآورده. انا من کوشش کردم نوشتم و توانستم، چون خواننده هم خیلی خرسند از این اثر من. شکل کامل مصاحبه با گلصفت شهیدی در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org نشر می شود. در روزهای اخیر در ازبکستان در برخی از مغازه‌ها برای خرید شکر نوبت‌پایی دیده می شود و باور متخصصان هیچ بهانه‌ای برای سر و صداها نیست. در ازبکستان کمچینی شکر سر نمی‌زند. حجم استحصال شکر در سال جاری 720,000 تن را تشکیل می‌دهد که نسبت سال گذشته 22% بیشتر است. همزمان واردات شکر و مواد خام آن از 643,000 تن سال گذشته به 900,000 تن خواهد رسید. خبر داد از دستگاه پرزیدنت ازبکستان. در پی حمله روسیه به اوکراین نرخ محصولات نیاز اول در برخی از کشورهای آسیای مرکزی به طور چشمرس بالا رفت. نوبت‌پایی برای شکر در تاجیکستان هم دیده می شود. بخش یک روزه تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 ایون را فرا می گیرد. در اوج پاندمی کرونا ویروس 10 ایون سال 2020 مقامات در تاجیکستان نسبت شهروندان و مطبوعات برای به قول آنها نشر اخباری غلط درباره بیماری‌های سرایت مجازات تعیین کردند. این عملی مقامات که در نشر خبرهای مربوط به پاندمی ناشفاف عمل نمودند، همچون تلاشی پنهان کردن واقعیت وضع انتقاد شد. بعد انتخابات پارلمانی که به آن هیچ یک نماینده مخالفان واقعی راه نیافت، شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی 10 ایون سال 2015 قرار کرد که رهبر آن محیدین کبیری موقتا به تاجیکستان برنگردد. 3 ماه بعد حزب در تشکیل آشوب گنرال نظرزاده متهم و اعضای ریاست آن بازداشت و خود حزب تروریستی و ممنوع اعلان شد. حزب نهضت این اتهامات را همیشه چون بی‌پایه و اساس رد کرده است. 10 ایون زادروز فعال حقوق بشر آیین‌ال بابانظرова است. یک فعال حرکت‌های دموکراتی سال‌های 90 تنها زنی که آماده شد در انتخابات پرزیدنتی نامزد شود و برنده جایزه آمریکایی زنی شجاع تا امروز در امر حمایت از آزادی‌های سیاسی و شهروندی تلاش به خرج می‌دهد. قرب دلار آمریکایی و هم روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته هم در تاجیکستان بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 165 تا 175 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1100 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 10 ایون چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. فراموش نکنید که خبرهای آخرین را همه روزه می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. تشکر زیاد برای همراهی شما.